مادر بیا این جنگ مادرمو مادر کلانه و خلاص کنیم. سایز دخترم بیا که بریم. یک دقیقه دو نفر آدم آرام نمیمونن. نمیفهم با سر چی جنگ دارن. زیاد زبان درازی نکن شیشه، ولا زبانت گرفته قطع میکنه. یک بار کوشش کو ای کارکو باز بیبی که شوهرم برای چی خواد گفت. شوهرت یه چیزام نمیگه، هنوز خوش میشه که برش زن نو بگیره. تو برو برش زن نو بگی. اگه روز آرسیش نامده و کلتان خفک نکدم نامم آسیا نباشه. باز چی ریخته چی پاشیده؟ چرا باز غال مغال داره؟ مصطفی ما با طیاره به استانبول میرم. گت تیاره خود رفتین. پدر و پدر کلانت بالاتر از اسب و شتر چیزی را ندیده بوده. تیاره میگه. زنده باشم مصطفی جان، مرا عادت داده. یک توستی که دعوایی عادت نداشت. من خوب پشه نیستم که به پرواز کردن عادت داشته باشه. اجازه نمی تو بس صبر من لبریز شد. یعنی چی دیگه؟ شوهرم استانبول میره چون جلسه داره. دختر ما میخواه که قصر ببینه. نمیفهمم تو چرا امرای مومیهی؟ مصطفی بگو دان خدا بسته کن، اگه تو سوته کاریش کنم سیاه و کبود شوه. مادر آسیا مادرم هم کدم ما میره. با موتر میریم به خاطر که سیاره میترسم. کی؟ من میترسم. فقط یکم دلم بد میشه. بسه کده گپایت مرام دل بد میکنی. آسیا تو هم گپای کلان نزن. باید با موتر بریم. یک نمره به نفع خوش. آروز باز باخت. مصطفی آسیا گفتم پشت گپای لوکو بریم. توبه توبه. خسته نباشی بیادر. زنده باشی بیادر. کدام امر خدمت باشه؟ زنده باشی. با چند روز استانبول میریم. کارخانه به شما امانت باشه. چرا چپ چپ سیل داری؟ ما که چپ چپ سیل کردیم خانم جان. چشمت خود دیگه چیز میگه. طرفت به خاطر سیل میکردم که صمیمیت ما زیاد شوه. اگه
سیل کردن طرف مقبول ثواب داره. خیلی خوب سیل کو که زیاد ثواب ذخیره کنی. اوه به خدا کل جای سخت. تو به خدا تو. چی میکنی بیادر در پیش روی کلگی شرم از به حالا خدا. بریم از بچی. دست مکارگری ها و نخرای دختر دیوانه میشم. در کل جای آبروی ما را خواد برد. ها تایرم آمد. عجله شما دو نفر خوب فکرتون رو جمع کنین، متوجه کارخانه باشین. رفته. درست است، تشویش نکن. ای جان کاکای خود. Meet Ion. Ion challenges the way banks earn. با پیچی سفیدم قسم از استانبول که پس بیایم برای یک زن دیگه میگیرم. ای تو به خدایا باز گپ زن. دیگه دختر از زیر نظر کردیم. اما دختر جمیله مرجانه میگیره. گلوار دختر است، نه که یگان تاوار مادر و بچه را اردقه جنگ بندازه. مادر لطفا مرا راحت بانه، نمی قصه عروسی مرام فراموش کن. امکان نداره. پس که آمدیم مرجانه برات خواستگاری میکنه. ای مادر جان ناق چرا خواستگاری میرین؟ هر وقتش برسه باز بدل خود زن میگیرم. جواب میفهمم که خودت واره یک دیوانه را خوش میکنی. ما برات خوش میکنم. تو عروس بگیرم که قوارش سیبل جانواره باشه. نه چهرش مهم نیست، اخلاقش مهم است. امی مرجانک خوب دختر است، کاریگرام است. حالا مادر جان بشینین دیگه که وقت میشه. تو هیچ وقت گپ ما گوش نکردی. متوجه باشین. دلتان جمع باشه. سیا